خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که مایکش به نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. عروسای این زمانه میخواهد که شوهراشون یک بار نه 2-3 بار همخوابه کنن. مردانگی وقتی که شتلا میشه ترنگ نمیشه دیگه، باور که زنک دوستش نمیداره، زنک احترامش نمیکنه. میخواهی که دوست دارن احترامت کنن، علمی تبلیت کرده میگیری 2-3 روز یک مرتبه میخری، باور که زنک دیگه از دیدوگری میمونه، در خانه مرده میسته، دوستت میداره، احترامت میکنه. یک کاری که همین سطیل آب پاساب برداره، یا که کارت بود میشوه یا که میانت میشکنه. با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که مایکش به نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا میگه وقتی که تو بالای جای نماز میبرای، ذکر بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، به نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البذلة، حتی عباره مختصر بین میگه اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علالخصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علالخصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر میدهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دستت رسا باشد چیزی بر او عطا کن. اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کنه. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوان مردی کن، خدا دولت بر تو داد است، بهر این داد است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری، برای همین دولت داد است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد،
خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، طلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودی. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری. تو بخر که فردا پشت دست میگزی دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همان انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است، یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند، خورده ایستادند. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سهولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدم بخیل بود، آدم تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنید. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بر بیدولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد. از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. بناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدم طلبنده بده. برد میگه بالای لالی و در دست همون طلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با به دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهری نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. با دولت مناس، با مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگ دستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین. میگد که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود.
حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکند. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند به خدا قسم گفتن محمد که مالی او کم نمی شود، مالی او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری اند. یکی از آنها در مسجد پیش درآید، نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پورتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نمازی او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را تو ریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمی شود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطعی آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شوند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در تویها و در نوروزی ها گلبزم میگویند، حالا این درست است یا نه؟ گپ های بیشر میگویند، دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنند. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگیم مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود؟ از کجا درست است؟ کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنیم که خدای شما میگد این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند. برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه جایز نیست و هیچگاه در این معرکه ها اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار میشوند. داملای شیرین سخن. السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و در کیها داشتن سگ جایز است؟ دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است
و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند، حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمیشوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورتهای بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورتها تبدیل یافته است، خانه جین و شیطان شده است. صورتها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه ای که ما و شما میشینیم در او طعام میخوریم، در اونجا جای میسار خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ها ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که امین بایزید بسطامی را ما به شما یک قصه شا بگم، از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچوان، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند، اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام. ببین چگونه دین است. دین ما و شما دینی نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یک و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگر چنده که تفاوت دارن، فرقیت دارن،
نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادند. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است.